آقا گفتی تاییدیه سوشیال استیرلسن رو خودتون بگیرین، گفتیم باش. گفتی که برای پذیرش دانشگاه خودتون اقدام بکنید و خودتون از دانشگاه پذیرش بگیرین، اونم باش. ولی دیگه گرفتن ویزا خداوکیلی یه آدم این کاره میخواد دیگه. اینو دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم. جدی میفرمایید؟ پس ما چجوری مهاجرت کردیم؟ سلام، من سپهر توحیدی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. ببخشید یه مدت نبودم، درگیر یه سری کارهای غیر قابل پیش بینی بودم، به خاطر همین نشد ویدیو درست بکنم. ولی امروز قراره در رابطه با پروسه اخذ ویزا و مشخصاً وبسایت اداره مهاجرت صحبت بکنیم. امیدوارم ویدیوهای قبلی رو دیده باشین و توی این ویدیو هم همراه من باشید. در رابطه با گرفتن ویزا مشخصاً اداره مهاجرت سوئد مسئول این کار هست و تمام اون چیزی که شما قراره انجام بدید روی وبسایت اداره مهاجرت انجام میشه. تمرکز صحبت‌ها امروز رو چیه؟ موقع اخذ ویزا خیلی برای ما مهمه که بدونیم چه مدارکی احتیاج داریم. بدونیم چقدر تمکن مالی احتیاج داریم و باید چقدر توی حساب بمونه. اصلا از کی باید درخواست ویزا بدیم. همه اینا رو من بهتون امروز نمیگم، ولی بهتون نشون میدم چجوری خودتون روی سایت اداره مهاجرت برید اونا رو پیدا کنید. لطفاً تا اینجا اومدین ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. هر سوالی هم داشته باشین برام کامنت بذارید، حتما جواب میدم. خیلی مخلصیم. بریم سراغ سایت اداره مهاجرت. خب بریم سراغ سایت اداره مهاجرت و ببینیم اونجا چه خبره. migrationsverket.se. همونطور که بهتون گفتم این سایت مرجع اصلی امور مهاجرتی کشور سوئد هست. هر کسی هر نوع ویزایی بهتون پیشنهاد بده و هر پروسه مهاجرتی رو بهتون پیشنهاد بده، قوانینش باید در این وبسایت وجود داشته باشه. خب من برای اینکه بتونیم ما ارتباط بیشتری با این سایت برقرار کنیم، زبان سایت رو همین اول انگلیسی میکنم. قسمت‌های مختلف سایت رو میبینید. قسمتی که مای پیج هست مربوط به اینه که شما وقتی یه پرونده‌ای تشکیل دادین بعداً بخواید پیگیری بکنینش. قسمت رزرو قرار ملاقات برای سوئد، قوانین ترک سوئد، زمانی که طول میکشه تا تصمیمات مختلف در رابطه با پرونده شما گرفته بشه. و این قسمت هم قسمتی مربوط به کسانیه که میخوان اقامتشون رو تمدید بکنن. در قسمت‌های پایین سایت هم شما خبرهای مهاجرتی و قوانین تازه‌ای که راجع به امور مهاجرتی سوئد اتخاذ میشه رو میتونید اینجا ببینید. اما قسمتی که ما بیشتر از همه باهاش کار داریم قسمت مربوط به اپلای فور هست. در اینجا وقتی شما روی گزینه اپلای فور میزنید، تمام انواع ویزایی که در سوئد وجود داره و راه‌های ورود به سوئد اینجا میاد. اپلای فور یعنی درخواست برای اجازه کار در سوئد، اجازه تحصیل در سوئد، رفتن به کسی از آشناها در سوئد، ویزای توریستی و هر چیز دیگه، حتی پناهندگی. و ما بخوایم قوانین مربوط به اون رو، اینکه چه مدارکی احتیاج داریم، اینکه برای اونها چقدر تمکن مالی میخوایم، هر چیزی که راجع به این نحوه ورود به سوئد بخوایم توی قسمت مربوط به اون پیدا میکنیم. حالا ما برای نمونه، چون خیلی بیشتر راجع به ویزای تحصیلی صحبت کردیم، راجع به قسمت پرمیت فور استادی میشیم تا ببینیم برای گرفتن یک ویزای تحصیلی چه مدارکی احتیاج داریم، چقدر تمکن مالی میخوایم و پروسش به چه ترتیب هست. خب توی قسمت بعدی میبینید که اینجا نوشته How to apply for a residence permit for studies in higher education، که چجوری برای تحصیلات عالی در سوئد برای گرفتن یک اقامت جهت انجام تحصیلات عالی در سوئد اقدام بکنیم، یا چطور بخوایم اقامتمون رو تمدید بکنیم برای تحصیلات عالیه، که ما فعلا توی این مرحله نیستیم چون اصلا هنوز ویزای تحصیلی نگرفتیم. به خاطر همین وارد گزینه How to apply for a residence permit for studies in higher education میشیم. خب چیزی که در این قسمت میبینیم اطلاعاتی راجع به همین نوع ویزا که حالا یه سری در افراد اتحادیه اروپا، ما به این کار نداریم. اینجا میتونید گزینه کشورهایی که نیاز دارن برای ورود به سوئد ویزا بگیرن رو میبینین که حالا متاسفانه کشور ما هم شاملش میشه. اما این قسمت میاد بهتون میگه که اگر شما اولین باره که میخواین برای یک هایر ایژوکیشن تحصیلات عالی توی سوئد اقدام بکنید، یکی از گزینه‌های زیر رو باید ببینید. می‌بینید که گزینه‌های مختلفی هست، دکترا و دانشجوی
مهمان و این چیزا، ولی چیزی که ما در نظر داریم، ما میخوایم برای اولین بار در یکی از دانشگاه‌های سوئد تحصیل بکنیم. وقتی روی این گزینه کلیک میکنیم نگاه میکنیم که ببینیم خب آیا رشته‌ای که ما میخوایم بخونیم یک هایر ایژوکیشن محسوب میشه یا نه. اینو در این گزینه میتونیم بفهمیم که حالا البته بازم میگم اگر بخوایم یه مستر بگیریم یا کورس زبان سوئدی رو در دانشگاه لوند بگیریم قطعا شاملش میشه. و بازم یا اینکه میخوایم به وسیله یک قراردادی وارد سوئد بشین که اینم باز ربطی به ما نداره مگر افراد خاص، ولی چیزی که ما بهش نیاز داریم این گزینه هست که برای یک رزیدنس پرمیت برای undergraduate یا graduate studies. اینجا در واقع تمام اطلاعاتی که شما برای این نوع ویزا نیاز دارید در اختیارتون قرار میگیره. اینجا برمیگرده به شما میگه که شما برای درخواست برای گرفتن یک اجازه اقامت جهت گذراندن یک مقطع تحصیلی در سوئد به این مدارک نیاز دارید: یک کپی از پاسپورت هاتون، یک کپی از پذیرشتون از دانشگاه سوئد که تایید شده باشه پذیرش شما، کپی از مدارکی که نشون بده شما میتونید در مدتی که در سوئد هستید خودتون رو از نظر اقتصادی ساپورت بکنید، یک کپی از مدارکی که نشون بده که شما برای بیمه اقدام کردید که البته در تحصیلاتی که بالای 1 سال یعنی 60 واحد یا بالای 60 واحد هستن ناخودآگاه بیمه شامل حال شما میشه. و گزینه آخرم این که شما میتونید هزینه مربوط به اپلیکیشن فی رو که در واقع باید برای درخواست ویزا با یه مبلغی رو به سایت اداره مهاجرت در واقع به اداره مهاجرت پرداخت بکنید رو شما قادر هستید که این کار رو بکنید. توی هر کدوم از این گزینه‌ها برید جز به جز این که مثلا توی گزینه اول پاسپورتتون باید چه شکلی باشه، صفحات باید چه جوری باشن، شامل حال چه چیزایی بشه و چه چیزایی توی اونا معلوم باشه توی تصاویرش. تمام قوانین اینجا وجود داره. پس اصلا دیگه خودتون رو درگیر اشخاص مختلف نکنید که برم از فلانی بپرسم یا برم از فلانی بپرسم. تصمیمی که از دانشگاه براتون میاد که خب دانشگاه مسلماً پذیرش شما رو تایید میکنه و یه مدرکی به شما میده. این قسمت هم داخلش اطلاعات زیادی وجود داره. اینا رو هم حتما دقیق بخونید. توش توضیح داده که اگر شما لازمه که برای تحصیلاتتون شهریه پرداخت بکنید باید تاییدیه شهریه‌تون رو ما از دانشگاه ببینیم. پس قبل از پرداخت شهریه به ما درخواست ویزا ندیم چون ویزاتون رد میشه. اینا بازم نکات دیگه هم هست که داخلش وجود داره. یا مثلا مدارکی که مربوط به تمکن مالی شما هست نشون بده که شما میتونید خودتون رو ساپورت کنید. برای نمونه حالا من این تو میرم چون اطلاعات این قسمت خیلی مهمه. برمیگرده اینجا میگه که نفر اصلی بعد از سال 2024 طبق قوانین باید برای هر ماه اقامت در سوئد 10,314 کرون پول داشته باشه. یعنی شما اگر میخوای یک درس 1 ساله بخونی توی سوئد مدت اقامتت اگر 12 ماهه شما باید 1 ماه بیشتر 13 ماه 13 تا 10,314 کرون پول توی حسابت باشه. دیگه پس نیاین بگین فلانی گفت اینقدر بذارم فلانی گفت اونقدر بذارم. اصلا لازم نیست به حرف دیگران توجه کنید. مبلغی که اداره مهاجرت خواسته معادل اینقدره و میاد توضیح میده که چه چیزهایی مورد قبوله. اینکه باید یک حساب بانکی باشه، حساب بانکی جاری باشه، حساب بانکی بلوک شده نباشه، به نام نفر اصلی باشه. تمام این اطلاعات اینجا وجود داره. و اینجا مثلا یک گزینه رو شما میبینید که یک مثالی زده که شما برای اون مدتی که میخواین در سوئد حضور داشته باشین 6 ماه هست، 12 ماه هست یا 13 ماه هست باید به ازای نفر اصلی میبینید که چه مقدار توی هر دوره ویزایی که میخواین پول داشته باشید. میبینید که مثلا توی ویزای 6 ماهه 6 تا 10,314 کرون نیاز دارید. این برای نفر اصلیه. برمیگرده میگه که برای اینکه شوهر یا زنتون رو ساپورت بکنید به ازای هر ماه لازمه برای هر نفر 4,297 کرون باشه که شما تعداد ماه ها رو در این مبلغ ضرب میکنید و اگر بچه‌ای هم همراه خودتون دارید به ازای هر فرزند باید ماهانه معادل 2,578.5 کرون پول داشته باشید که بازم ماه‌های ویزاتون رو ضرب در اون میکنید.
در نتیجه اگر مثلا یه فردی که یه خانواده‌ای که یه زن و شوهرن و یک بچه دارن میخوان ببینن توی 12 ماه چقدر پول باید داشته باشن، 12 تا 10314 کرون به علاوه 12 تا 4297 کرون به علاوه 12 تا 2578 کرون. این کل هزینه‌ایه که لازمه ببرید و اصلا لازم نیست بیشتر از این پول تو حسابتون باشه. بعد همینجا توضیح میده که لازمه توی برگه تمکن مالیتون چه اطلاعاتی بیاد و همینجا توضیح میده که اگر شما دارید حساب ریالی میذارید، اون حساب بر مبنای چه نرخی از کرون سنجیده میشه و من حتما بعداً راجع به تمکن مالی صحبت میکنم، ولی قوانین مربوط به تمکن مالی بسیار مهمه و اونا رو دقیق از اینجا بخونید. توی قسمت دیگه اطلاعات همونطور که گفتیم مدارکی نیاز داره راجع به بیمه‌تون که اگر شما یک کورس 1 ساله برمی‌دارید نفر اصلی نیاز به بیمه نداره ولی نفر همراه داره. اطلاعات و قوانینش کاملا اینجاست و در نهایت هم میگه که برای اینکه بخواید درخواست ویزا بدین باید هزینه‌هاشو واریز بکنید. توی این لینک میاد که به ازای هر فرد بالغ برای درخواست ویزا باید معادل 1500 کرون پرداخت بشه که شماره حسابش هم داده میشه و به شما میگه که باید توی چه حسابی اینجا هست که باید توی چه حسابی واریز بشه، که موقعی که شما دارید درخواست اپلای میکنید برای ویزا تو مرحله آخر وقتی اپلیکیشن فیتون رو واریز کردین اپلیکیشن شما تایید میشه و شما بعد از اون دیگه منتظر میمونین تا تصمیم اداره مهاجرت بیاد. این کلیت موضوعه. تمام این مدارک رو لازمه قبل از اینکه پروسه درخواست ویزاتون رو شروع میکنید فراهم کنید که وقتی شروع کردین و وقتی تاییدیتون اومد بلافاصله اقدام بکنید. وقتی اینها جمع شد شما میرید و روی گزینه اپلای فور ویزا کلیک میکنید و پروسه ویزاتون رو از این قسمت شروع میکنید که ما بعداً توی ویدیوهای بعدی راجع به این قسمت صحبت میکنیم. این تمام جزئیات مربوط به سایت اداره مهاجرته. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. لطفاً لایک و شیر ویدیوهای ما فراموش نشه. هر سوالی هم داشتین برام کامنت کنید. خیلی مخلصم. میبینمتون توی ویدیوهای بعدی.